بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم در باب شخصیت، فضیلت شخصیتی هست که در عالم اسلام یکمین درجه و یکمین جای هست. شخصیتی که نه تنها بهترین امت بلکه بهترین شخصیت بعد تمام پیغمبرها هست. اون شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هست. من امروز میخواهم کمی در باب فضیلت و بزرگی و مقام و مرتبه که این شخص بزرگوار دارد با شما صحبت داشته باشم تا اینکه جوانهای ما با این بزرگوارهای دینشو آشنا باشند، تا اینکه بدانند که ابوبکر کی هست، عمر کی هست، عثمان کی هست، علی کی است رضی الله تعالی عنهم اجمعین، تا اینکه به این بزرگوارهای یعنی دین آشنا باشند. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شخصیتی هست که یکمین شخص از مردها با پیغمبر بزرگوار ایمان آورده است. یکمین مردی که یکمین شخصیتی که به یگان قیل و قال، به یگان گفتگو آمنا و صدقنا گفت، ایمان آوردم و تصدیق کردم، این حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود. حضرت ابوبکر شخصیتی هست که به مالش، به جانش، به تمامی هستیش در پیغمبر بزرگوار و در دین اسلام خدمت کرده است. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شخصیتی هست، ما وقت عقیده میخونیم در عقیده آمده است که افضل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق، بهترین مردم بعد از پیغمبر بزرگوار محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم این حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هست. حتی روایت هم داریم پیغمبر بزرگوار گفتند ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من ابی بکر. گفتند هیچ روز در دنیا نگذشته است که یک شخصیت بهتر از ابوبکر گذشته باشد. یعنی بهترین شخصیت بعد تمام پیغمبرها، بعد تمام انبیای خدا و در خصوصا در امت اسلام بعد از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم این حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است. حضرت ابوبکر شخصیتی هست که پیغمبر بزرگوار از اصحاب کرام 10 نفر را بشارتی به جنت دادند، یعنی که اونها را وعده دادند که شما جنتی هستی. این خیلی بشارت و وعده بزرگ است که انسان خبری جنتی بودنش بدانه که صادق ترین شخصیت با بشارت داده پیغمبر بزرگوار. در ابتدای این عشره مبشره پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند ابابکر فی الجنه، تن ابوبکر در جنت است، جنتی هست. این خودش یعنی دلالت برای فضیلت و بزرگی حضرت ابوبکر داره که در ابتدا و اول حدیث پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم نام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را گرفتند. گفتند ابوبکر در جنت است، جنتی هست حضرت ابوبکر. و از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم پرسیدند، گفتند ای الناس احب الیک، تن یا رسول الله از همه محبوب تر و دوست داشته تر در نزد شما کی هست؟ از همه زیادتر شما کی را دوست می‌داری یا رسول الله؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند عایشه، گفتند حضرت عایشه را که همسرشون بودن. حضرت عایشه دختر حضرت ابوبکر. وقتی که گفتن حضرت عایشه را، این شخصیت پرسنده گو فقلت من الرجال یا رسول الله، یا رسول الله من از مردها را در نظر دارم، از مردها شما کی را از همه زیادتر دوست می‌داره؟
پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم چی جواب گفتن؟ قال ابوها، گفتن پدر عایشه را. از مردها از همه زیادتر من پدر عایشه را دوست می‌دارم. کی هستون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. از مردها تن از همه زیادتر من ابوبکر را دوست می‌دارم. این یک بشارت خیلی بزرگ است که ابوبکر محبوب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. پیغمبر بزرگوار تن من از همه زیادتر از مردها ابوبکر را دوست می‌دارم. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که اتانی جبریل علیه السلام فاخذ بیدی فارانی باب الجنة الذي تدخل منه امتی. پیغمبر بزرگوار گفتن حضرت جبرائیل علیه السلام نزد من آمد، برای من اون دری که امتهام از او داخل جنت میشوند اون در جنت برام نشان داد. اون دری که امتهای من مخصوص برای امتهای من داخل شدن است، حضرت جبرائیل اون در برای من نشان داد. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفتن یا رسول الله، من بسیار دوست می داشتم که اون لحظه همراه شما می بودم، تا اینکه منم می دیدم که اون دری که خاص امتهای شما داخل جنت می شوند اون کدام در است؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که اما انک یا ابابکر اول من يدخل الجنة من امتی. ای ابوبکر یکمین شخصی که از امتهای من داخل جنت می شود این تو هستی. خیلی بشارت بزرگی هست. ای ابوبکر از جمع امت من یکمین شخصیتی که داخل می شود اون تو هستی. ببینید که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شخصیت است. گفتن یکمین شخصیتی که از امتهام داخل جنت می شود ابوبکر تو هستی. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم روز مثل شما برین در محضر اهل اصحاب نشسته بودند. چند سوال از صحابه ها پرسیدند، چند چیزی را از اصحاب کرام پرسیدند. گفتند من اصبح منکم الیوم صائما. گفتند آیا امروز کدامی از شما روزه گرفته، روزه دار استه؟ میگه در جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفتن انا یا رسول الله. گفتن من یا رسول الله امروز روزه دار بودم، من امروز روزه گرفتم. با پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم پرسیدن، گفتن فمن تبع منکم الیوم جنازه. گفتن آیا در امروز کدامی از شما در یک جنازه اشتراک کرد، نماز جنازه خواند؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفتن که یا رسول الله من امروز جنازه خواندم. با پیغمبر بزرگوار پرسیدن فمن اطعم منکم الیوم مسکینا. گفتن آیا امروز یک کدام شما یگان انسان مسکین، یگان انسان گرسنه و کمبغل طعام داده، خوراک خورانده؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفتن انا. گفتن یا رسول الله من. گفتن با پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم پرسیدن فمن عاد منکم الیوم مریضا. گفتن آیا یک کدام از شما امروز یگان بیمار بینی و اعادت و خبرگیری رفت؟ میگه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفتن انا. گفتن که یا رسول الله من امروز بیمار بینی و خبرگیری رفتم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنه. هر شخصیتی که امروز این کارهایی که من گفتم اینها را جمع کرده باشه، به جا آورده باشه، او شخصیت داخل جنت می شود. یعنی این حدیث هم دلالت برای چی میکنه؟ برای جنتی بودن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، که ببینید در یک روز چی امرهای خوبه، چی کارهای خوبه را به جا آورد. هم روزه گرفتند، هم بیمار بینی رفتن، هم در جنازه اشتراک کردن، هم مسکین و انسان گرسنه را طعام دادن. پیغمبر بزرگوار براشون بشارتی به جنت دادن. گفتن هر شخصیتی که این کارها را امروز کرده باشه او داخل جنت می شود. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که من انفق زوجین فی سبیل الله ندی من ابواب الجنه یا عبدالله هذا خیر.
تن هر شخصیتی که در یک روز 2 نفر یا اینکه 2 شخصیت انفاق کرده باشه، طعام داده باشه، صدقه کرده باشه براشون، برای او شخصیت از سوی یک در جنت فریاد کرده می شود که بسیار کاری خوب کردی، این کاری که کردی سبب داخل شدن جنتت می شود، بسیار کاری خوب کردی. فمن کان من اهل الصلاة دعی من باب الصلاة، کسی که اهل نماز است در روز قیامت از در نماز و سوش فریاد کرده می شود بیا از من داخل جنت شد. در جنت درهای مخصوصی هست که هر کدامش نام دارن، یکتش باب صلات بوده است، نامش یعنی در نمازخانه ها. انسانی که نمازخوان است از او در فریاد میکردن بیا داخل جنت شد. و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد، کسی اهل جهاد باشه او را از در جهاد فریاد کرده می شود. و من کان من اهل الصیام دعی من باب الریان، کسی اهل روزدار باشه او را از در ریان که روزهای گذشته دربارش صحبت کرده بودیم دعوت کرده میشه بیا داخل جنت شد. و من کان من اهل صدقه دعی من باب صدقه، کسی سخاوتمند اهل صدقه باشه او را از در صدقه دعوت کرده میشه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اوجا بودن، پرسیدن گفتن بی ابی و امی یا رسول الله ما علی من دعی من تلك الابواب من ضروره فهل یدعى احد من تلك ابواب كلها. گفتن یا رسول الله پدر و مادر من فدای شما باد، هر شخصیت از یک در فریاد کرده میشه، نمازخوان از در نماز، روزدار از در روزه، صدقه کنه از در سخاوتمندی. آیا هست شخصیتی که از تمام درهای جنت به سوش فریاد کرده شود که بیا از من داخل جنت شد؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن نعم، گفتن آره و ارجو ان تکون منهم. جناب پیغمبر گفتن ای ابوبکر من امید دارم که تو از همو جمله هستی، همو شخصیتی که از تمام درهای جنت به سوش فریاد میکنن ای ابوبکر تو هستی. ببینید که چی بشارت بزرگی هست براش. گفتن ای ابوبکر هم شخصیتی که از تمام درهای جنت به سوش فریاد کرده میشه و اون تو هستی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بار میگه همراهی حضرت عمر کمی بینشون جنجال شد، خفگی شد. بعد از اون حضرت رفت میگه نزد حضرت عمر بخشش پرسید. حضرت بسیار انسان حلیم بودن، خاکسار و به تواضع بودن. قصه کوتاه نزد حضرت عمر میگه رد کردن، یعنی عذرشون قبول نکردن. حضرت ابوبکر نزد پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم اومدن گفتن یا رسول الله بین من و عمر کمی خفگی شد. حضرت عمر من نزدش بخشش پرسی رفت و من نبخشید. میگه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم 3 بار در حقش دعا کردن، گفتن ای ابوبکر خداوند تو را مغفرت کنه، خداوند گناهات ببخشه. چند لحظه بعد بود میگه حضرت عمر هم داخل شد در نزد پیغمبر بزرگوار. حضرت عمر دید که جناب پیغمبر چهرش دگرگون است، یعنی غضبناک است، قهرناک است. فهمید که چی سخن گذشته است، چی گپ گذشته است. بعد از اون میگه پیغمبر حضرت عمر گفت یا رسول الله، گفت بخشش عذر خواهی کرد. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفت ای عمر، گفت در وقتی که من ابتدا پیغمبر شدم دعوت میکردم همه شما میگفته که دروغ میگویی من قبول نداشتی، رد میکردی. تنها یگانه ابوبکر میگفت که راست میگویی. یگانه شخصیتی که من تصدیق کرد ابوبکر بود. آیا میگذاری همین دوستی من به حال خودش باشه؟ یعنی از روی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پیغمبر بزرگوار حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را کاهش کرد، سیاست کرد، یعنی پشتگیری کرد از حضرت ابوبکر، یعنی دوست می داشت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. و شخصیت هایی که در کنار مسجد جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم خانه داشتن، جناب پیغمبر پیش از وفات شو امر کردن که هر شخصیتی که در یعنی حوله مسجد در داره تمامی درها را بسته کنه مگر در ابوبکر را باقی بگذاره، در ابوبکر محکم نشود، در ابوبکر یعنی که همیشگی هوی آزاد بمونه. یعنی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم همیشه از این ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه طرفداری و پشتگیری میکرد. حضرت ابوبکر هم وقتی که پیغمبر بزرگوار معراج رفتن
وقتی از معراج گشتن نزد خانه کعبه آمدن، عادت داشتن هر روز میگه در نزد خانه کعبه می آمدن. بعد از اون نفرهایی که ایمان آورده بودن در کنار پیغمبر بزرگوار جمع می زدن. جناب پیغمبر بعضی آیت هایی که نازل میشد براشون میرساند. ابو جهل هم میگه عادت داشت برای مسخره کردن و تحقیر کردن دائما میگه می آمد به طرز مسخره میپرسید، میگه یا محمد صلی الله علیه وسلم، میگه آیا از آسمان یگان خبر هست؟ یعنی به طرز مسخره میگفت ابو جهل لعین. جناب پیغمبر که در اون شب معراج رفته بودن، وقتی گشت آمد، وقتی ابو جهل پرسید که از آسمان یگان خبر هست، جناب پیغمبر فقط گفتن که من امشب از مسجد الحرام از مکه با بیت المقدس با مسجد الاقصی یعنی با اسرائیل، گفتن که من شب رفتم و گشتم آمدم. شاید همون شب و روز ده میگه 2 ماه راه بود از یعنی مکه مکرمه بیت المقدس رفتن آمدنش. در 2 ماه انسان میرفت میامد، چون که پیاده و با اشتر اسب میرفتن، مثل حاضرا بر این سمالیات نبود. وقتی جناب پیغمبر گفت که من امشب بیت المقدس رفتم گشتم آمدم، ابو جهل لعین میگه در سرش میزد، میگه وای به حال وای به ما، محمد چی میگه؟ میگه در یک شب من از یعنی مسجد الحرام از مکه به اسرائیل رفتم آمدم به بیت المقدس. بعد ابو جهل گفت ای محمد، گفت اگر همین سفری تو راست باشه من تمام مردم مکه دعوت کنم سخن تا دوباره تکرارش میکنی؟ گفتن آره تکرار میکنم. قصه کوتاه دعوت کرد مردم، دوباره جناب پیغمبر این چیز بیان کرد که من امشب یعنی بیت المقدس رفتم آمدم. از بیت المقدس به آسمان شبو نگفت که از بیت المقدس نزد خدا رفتم آمدم، اوش نگفت. بعد از اون ابو جهل میگه نزد حضرت ابوبکر صدیق رفت. گویا ابوبکر گفت این محمد میدونه که محمد برادر چی میگه صلی الله علیه وسلم. حضرت ابوبکر گفت چی میگه؟ گفت محمد برادرت میگه که من امشب از مسجد الحرام بیت المقدس یعنی بیت الاقصی رفتم آمدم. حضرت ابوبکر گفت در اصل جناب پیغمبر همین سخن گفت؟ ابو جهل گفت آره همین سخن گفت. حضرت ابوبکر گفت که اگر محمد صلی الله علیه و سلم بگه که ای بیت المقدس آسمان رفتم اومدم، او من قبول دارم. گفت چی جایی که از مسجد الحرام با بیت المقدس؟ گفت اگر بگه که از بیت المقدس آسمان رفتم آمدم، او شم گفت حضرت ابوبکر گفت من قبول دارم. یعنی که یگان شبهه در گفتار پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم نداشتن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. روز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم همراهی حضرت ابوبکر و عمر و عثمان در کوه احد بالا شدن. در زیر زمینشون میگه کوه در لرزه در آمد، در جنبش در آمد. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگه پای مبارک در بالای احد زدن، گفتن اسبد احد، آرام شو ای احد. گفتن فإن علیک نبی و صدیق و شهیدان. گفتن زیرا اینکه در بالای تو پیغمبر این امت و صدیق و راستگوی این امت و 2 شهید این امت است. در این حدیث پیغمبر بزرگوار بشارت برای صدق و صادقی و راستگویی حضرت ابوبکر دادن، تا که در بالای تو ای احد راستگوترین شخصیت این امت است ابوبکر صدیق. صدیق با معنای راستگو می شود. و 2 شهید حضرت عمر و حضرت عثمان، یکی شهید محراب و دیگرش شهید روی قرآن، که انشاءالله در روزهای آیان در باب فضیلت این بزرگوارها هم صحبت میکنیم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در باره این شخصیت بزرگوار فرمودند به سوی اهل اصحاب که گفتن اقتدوا بالذین من بعد ابابکر و عمر. گفتن بعد از رفتن من از دنیا با 2 شخصیت شما پیروی کنه، اقتدا کنه، یعنی 2 شخصیت برای خودتون راهبر بگذاره. اینها کی هستن؟ یکمش حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه، دویمش حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. یعنی در این حدیث پیغمبر بزرگوار خبر دادن برای اهل اصحاب که بعد از رفتن من با این 2 شخصیت شما پیرو باشه، حضرت ابوبکر و حضرت عمر. و در حیاتی خودشان پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم وقتی بیمار بودن به سوی مسجد رفتن نتانستن، گفتن که امر کنه ابوبکر تا اینکه نماز مردم بخونه، تا اینکه در جای من امام شوه.
پیغمبر بزرگوار در حیاتی خودشان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را امام گذاشته بودند، در حالت حیاتی خودشان. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در وصف این شخصیت بزرگوار می فرماید که ابوبکر سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول الله صلی الله علیه و سلم. این قول حضرت ابوبکر است، حضرت عمر است. میگه حضرت ابوبکر بهترین ما هست، بهترین ما هست و دوست داشته ترین ما هست و سردار ما هست و محبوب ترین در نزد جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این نه تنها نظر حضرت عمر بلکه نظر تمام اهل اصحاب است که حضرت ابوبکر از همه دوست داشته ترین و بهترین شخصیت در نزد پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که روز جناب پیغمبر گفتن که هر کسی در خانهش از دارندگی چیزی داره، یعنی برای ما بیاره. یکون غزوه بود، کدام غزوه بود، یعنی دارندگی و اسباب جنگیشو کم بود، نمیرسید، اسباب سوارشون هم کم بود. پیغمبر بزرگوار گفتن کسی از یعنی مال و دارندگی چیزی داره بیاره تا اینکه ما اسبابی یعنی جهاد آماده کنیم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه من گفتم که اکنون این سفر هر بار حضرت ابوبکر یعنی از من پیشگیری میکرد، از من زیادتر می آورد، یعنی اون یکم درجه بود. حضرت عمر گفت من این دفعه حضرت ابوبکر پیشگیری میکنم، از او زیادتر میارم. گفت خانم رفتم، هر چیزی که داشتم از بین راست دو تقسیم کردم، نیمش در خانه باقی گذاشتم و نیمی دیگرش آوردم در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشتم. میگه جناب پیغمبر گفتن که ای عمر آیا به خانگیات به اهل تا یگان چیزی باقی گذاشتی؟ میگه گفتم آره یا رسول الله، نصفی همین بودگی را برای اهلم گذاشتم، نصفش برای شما آوردم. میگه من انتظاری داشتم که حضرت ابوبکر چی میاره، ابوبکر شاید از من کمتر بیاید که این دفعه من یکم درجه و یکم جا شوم. میگه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هر چیزی که در خانه‌اش داشت با یک جایگی آورد در نزد پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گذاشت. جناب پیغمبر گویا ابوبکر برای اهل یگان چیزی گذاشتی؟ میگه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت که برای اهلم گفت خدا و پیغمبر را باقی گذاشتم. برای اهل بیتم گفت محبت خدا و پیغمبر را باقی گذاشتم. گفت یعنی تمامی هستی و دارندگیش آورد در نزد پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گذاشت. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شخصیتی بود که وقتی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم هجرت کرد، در بین تمام اهل اصحاب یگانه شریک و رفیق در این سفر حضرت ابوبکر انتخاب کرد، قبول کرد. حضرت اهل اصحاب وقتی که مصلحت میپرسیدن برای هجرت از جانب مشرکا براشون چی قدر آزار و تهدید زیاد میشید، یک به یک هر کدام یعنی جواب دادن گرفت، به سوی مدینه رفتن. اما حضرت ابوبکر گفت حال ایست ابوبکر، تو وقت داری. تنها در این سفری خطرناک پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر صدیق رفیق و شریک این راه گرفت. حضرت ابوبکر صدیق وقتی که همراه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم شبی که بیرون شدن، دخترش روایت میکنه که من یکم بار اشک شادی را در پدرم دیدم که انسان از خوشحالی و خرسندی را گریه میکنه. وقتی پیغمبر بزرگوار میگه خانه ما آمد، گفت ای ابوبکر، گفت ما از جانب خدا امر شده از هجرت میکنیم. میگه پدری من از خرسندی و شادی را زار میگیریست که پیغمبر بزرگوار در بین اهل اصحاب من انتخاب کرد. من در این سفرش، در این یعنی سفری سیاحت نبود، سفری خطر بود. سفری بود که در سری هر کدامشون 100 اشتر مانده بودن که کسی سری محمد یا سری ابوبکر بیاره 100 شتر میگیره. حضرت ابوبکر میگه از خوشحالی و خرسندی را میگیریست. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگه همراهی حضرت ابوبکر وقتی از مکه بیرون میشدن،
حضرت ابوبکر مثل پروانه که در گیردی شعم چرخ میزنه، در کنار جناب پیغمبر میگه دور میزد، تاب میخورد. پیغمبر بزرگوار گفتن ای ابوبکر با شما چی شده است؟ آیا در کنار من نمیروی؟ از پیش میگذاری، از قفا میگذاری، دست راست میستی، دست چپ میستی. حضرت ابوبکر گفتن یا رسول الله من میترسم که از قفا نیاین، از قفا میستم. آیسته آیسته از قفا میام، میگم مبادا که از پیش نبراین، در حال خودم در پیش میخواهم سپری سر راه شما باشم. با فکر میکنم میگم مبادا از دست راست شما پیدا شوند. رسیدن به غار ثور. به غار ثور رسیدن، جناب پیغمبر گفتن یا رسول الله شما کم ایجا ایسته، من درون غار خبر بگیرم مبادا یگان جاندار باشه، یگان درنده نباشه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه داخل شدند. میگه اون خس خاشا که در درون بود پاکیزه کردن، بیرون کردن. بعد از اون به سوی جناب پیغمبر گفتن ادخل یا رسول الله، گفتن داخل شو. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در غار ثور داخل شدند. در اون غار میگه چند سوراخی و شکافی بود. حضرت ابوبکر صدیق یک جامعه داشتن، چیزی داشتن، پاره پاره کردن، اونها را محکم کردن. یکی از اونها باقی ماند، یعنی لاغشون نرسید که محکم کنند. حضرت ابوبکر صدیق میگه یعنی سوم بی پای خود را دهمو دهنی، یعنی شکافی همو سوراخی گذاشتن، محکم کردن تا اینکه هر چیزی باشه وقتی بر آمد یعنی من بگزه، من ضرر برسانه و جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ضرر نرسانه. در اون غار میگه یک مار بود. مار بر آمد، میگه از هر سوراخی وقتی می آمد محکم، از اون سوراخی آمد که پای حضرت ابوبکر گزید. پای ابوبکر صدیق گزید. جناب پیغمبر میگه بغل من خواب بود، میگه بچنان نیش زد، زهرش در بدنم تأثیر کرد که تمام بدن ما سوزا گرفت، حتی میگه مغز سر ما سوزا گرفت، دیگه خود ما قبیده نتونست. میگه آبهای دیدم در ریختن زدن. وقتی آبی دیدم میگه در رخساره و چهره جناب پیغمبر چکید. جناب پیغمبر بیدار شد، گویا ابوبکر چی گریه میکنی؟ میگه گفتم یا رسول الله چیزی پای من گزید. میگه حتی میگه پام بچنان کرخته شد، سخته شاخه شد که دیگه پام گرفته نتونستم. پیغمبر بزرگوار میگه با دست مبارکش پام کشید، از آب دهانش میگه گرفت، کمی در اون جای مار گزیدگی گذاشت، با یک بارگی پام میگه دردش گم شد و نابود شد. روز بود، سحر رسید که این مشرکا ابو جهلی ها با دهن در غار آمدن. میگه یعنی سایه پاهاشون در پیش ما نمایان بود. اگر میگه سرشون خم میکردن در درون غار هر دی ما را میدیدند. حضرت ابوبکر میگه میگریست. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم ای ابوبکر برای چی شما گریه میکنی؟ گریه نکنه، این لحظه ایمن هستیم. میگه گفتم یا رسول الله اونها اگر سر خم کنن اونها ما را میبینن. یا رسول الله اگر من بکشن یگان گپی نیست، یک مرد عرب و قریش کم میشود، اما اگر شما را بکشن دنیا همه تاریک میشود. گریه من برای خودم نیست یا رسول الله، جان من، پدر و مادرم فدای شما بود، من برای شما گریه دارم. پیغمبر بزرگوار گفتن لا تحزن ان الله معنا، گو غمگین و زیغ نباشه ابوبکر، این لحظه الله همراهی ما هست، اونها ما را نمیبینند. قصه کوتاه نیافتن، پیدا نکردن مشرک ها. خداوند اونها را نگه داشت. در این سفری خطرناک، در این حالت خوفناکی، یگانه شریک و رفیقی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، رفیق پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود. من به چه خاطر قصد کردم که در وصف تاریخ این بزرگوارها صحبت کنم؟ بعضی از گمراه ها پیدا شده اند، خصوصا در مردم تاجیکی ما، که در عقیده روافضی یعنی شیعه مذهبی گذاشتند. این بزرگوارهای دین ما را کافر میگویند، نعوذ بالله. این بدبخت ها میگویند که ابوبکر کافر بود، عمر کافر بود، نعوذ بالله. حضرت عثمان، حضرت عایشه صدیقه طاهره، محبوبه دل رسول الله، میگن یک زنی فاحشه بود. این بدبخت های ناجوان مرد بین مردم ما هم پیدا شدگی هستند. و همین خاطر من قصد کردم چند روزه در وصف این بزرگوارها صحبت داشته باشم، تا اینکه جوانهای ما بشناسن بزرگان دینشونه. وقتی اون بدبختی گمراه گفت که ابوبکر کافر بود، باید جوابی داشته باشی، باید نگذاری که دهانش کشاید در وصف این بزرگوار
یک سخن ناجای گویه. ابوبکر شخصیتی بود که الله سلامش فرستاد. ابوبکر شخصیتی بود که جناب پیغمبر بشارتی به جنت داد. یکمین خلیفه اسلام است. ما و شما باید به قدر این بزرگوارای دین برسیم و اینها را بشناسیم. اهل سلف صالحین، بزرگان دین ما میفرمایند که اهل سلف محبت و تاریخ حیات ابوبکر عمر برای فرزنداشو تعلیم میدادن، چی نوعی که یک سوره قرآن براش تعلیم میدادن. یعنی فرزنداش رو با این بزرگا آشنا میکردن تا اینکه ابوبکر بشناسن که کی هست. امروز اکثر جوانهای ما فوتبالیستا را میشناسن، باکسیارا را میشناسن، اون بازیگرهایی که اکتیار هستند چی از ترکیش باشه چی از دیگرش میشناسن، اما محمد رسول الله را نمیشناسن صلی الله علیه وسلم. اگر بپرسم از این جمعیت که چند نفر فرزندای پیغمبر را میشناسه، نامهاشو چی هستن، شاید که 10-15 کس جواب گفته بتونه. آیا فرزندای پیغمبر را به اندازه یک باکسیار و یک بازیگر کینا ارزش نداره که با او آشنا باشه؟ آیا ابوبکر صدیقی که جان و مال و همه هستیش فدای دین خدا کرد تا اینکه ما و شما امروز لا اله الا الله محمد رسول الله میگیم، او لایقی نداره که ما با تاریخ حیاتش آشنا باشیم؟ به همین خاطر جوانهای محترم به این بزرگوارهای دین آشنا باشه. ابوبکر بشناسه که کی است.